ترک و تازی هر کجا دعوای سینا میکنند تا به بام شهرت اون نردبان پیدا کند. لیک سینا نردبانش را به بامش برده است. ترک و تازی بر هدر این ترک تازی ها کند. از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و لیک بوی سینا می کند این خلق از دور قدیم. می توانی از زبان پیر و کمپیرش شنید دست من نی، دست من نی، دست لقمان حکیم. بو علی را دوش این ملت به دهر آورده بود چون نبودش غیر دردی بی دوا نقد دیگر. انتظار نوشدارو بود سهرابش هنوز در سری دستی پدر خونشار از دست پدر. روم اگر از شاخ اسکندر فراموش کرد زود در خراسان زخم تیغ شاخدارش مانده بود. گر قتیبه از خراسان باز پس برگشت و رفت در خراسان ریشهای ذوالفقارش مانده بود. قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست. سرگذشتی مردمی پیچیده فریاد من است. آن که می سوزد ولی از توده خاکسترش می کند پرواز چون پرنده آتش پرست. آن که عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوختن و سوختن ایجاد اجداد من است. این باید خدا. ساعت محمود صحرایی به سلطانی رسید. دست سینا تا به نبض نوح سامانی رسید. زیر دستش بلکه نبض نوح سامانی نبود، نامرتب نبض عصر خویشتن را می شمرد. عصر ترک و عصر تازی بود، عصر بوعلی. عصر شومی ترک تازی بود، عصر بوعلی. در تگ گرد سواران از وطن آواره گشت. عاقبت زندگی در گوشه زندان گذشت. ساعت چنگیز دیوار بخارا را شکست. در میانش تیغ تیزی خونریزش به دست. خلق تاجیک تیغ درمان بخش سینا را گرفت. تیغ درمان بخش سینا روی دنیا را گرفت. تشکر.